خداوند بخشنده مهربان نهایت با رحم. السلام علیکم پدران و مادران، برادران و کل آن شخصانی که لحظه صدای مرا میشنوید. بنده خواستم سراول شبکه یکی از برادرانم را بهر شما پیشکش نمایم. شبکه نام دارد ایشان اهل دین. برادر بهترین نشیدهای تر و تازه را بهر ما و شما پیشکش می نماید. برادر اون بهترین صدا دارد. از شما خواهش کرده می شود که در آمده در کانال برادر آبونه شوید و فکر و عقیده های خود را در زیر ویدیوشان بنویسید. السلام علیکم و رحمت الله. به نام خداوند بخشنده مهربان نهایت با رحم. السلام علیکم پدران و مادران، برادران و کل آن شخصانی که این لحظه صدای بنده را میشنوید. خواستم یک موضوع بی‌نهایت مهم را بهر شما پیشکش نمایم. آیا شما می‌خواهید که بدانید پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم صاحب چند فرزند بودند؟ چند تا دختر داشتند و چند تا پسر؟ و دویم موضوعی که می‌خواهم بهر شما پیشکش نمایم، شخصانی هستند که پیامبر خدا آنها را در زندگیشان بشارت، یعنی آنها را گفته است، گواهی داده است که آنها داخل جنت می شوند. انشاءالله موضوع را آغاز میکنیم. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم 7 فرزند داشتند. از آنها 3 نفرش پسر و 4 نفرشان دختر بودند. پسرهایش قاسم، عبدالله و ابراهیم می باشند. دخترانش زینب، رقیه، ام کلثوم و فاطمه می باشند. 6 نفر آنها از حضرت خدیجه و پسرش ابراهیم از ماریه قبطیه تولد شدند. قاسم و عبدالله پیش از پیامبرمان در سن کودکی وفات کردند. پیامبرمان صلی الله علیه و سلم از مرگ فرزندانش خیلی غمگین شده بود. یکی از کنیه های پیامبرمان صلی الله علیه و سلم هم ابوالقاسم می باشد، یعنی پدر قاسم. این کنیه به پیامبرمان خیلی محقول بود. در آن نام پسرش در کودکی از دستاده‌اش را شنیده تسلی می یافت. پسر دیگرش ابراهیم می باشد. بعد از هجرت در مدینه تولد شد. او هم در سن کودکیش وفات کرد. در وقت وفات پسرش پیامبرمان صلی الله علیه و سلم اشک ریخته چنین گفت: اشک می ریزد، دل ریش می شود، بغیر از سخنهای بر رضای الله تعالی هیچ چیزی دیگر گفتن نمی توانیم. ای ابراهیم، به خاطر از دست دادن تو خیلی غمگین هستیم. 2 روز مرگ ابراهیم آفتاب گرفته بود. بعضی آدمان گفتند به خاطر مرگ ابراهیم آفتاب را گرفتند. پیامبرمون صلی الله علیه و سلم برای اثبات نادرست بودن این عقیده چنین گفت: بیشک آفتاب و ماهتاب 2 نشانه آیه های خداوند است، آیه های قرآن هستند. آنها را به خاطر مرگ یا زندگانی هیچ کس نمی گیرند. همه دختران پیامبرمان صلی الله علیه و سلم کلان شده عائله دار شدند. بغیر از حضرت فاطمه 3 دختر دیگرشان پیش از پیامبرمان وفات کردند. دختر خردیش فاطمه با حضرت علی عائله دار شدند. نسبت نسب پیامبرمان از نسل او دوام کردند. 10 مبشره. پیامبرمان صلی الله علیه و سلم به 10 نفر از اصحابش مجده به بهشت در آمدن را داده است. آنها را 10 مبشره می نامند. معنیش 10 نفری به جنت مژدگانی داده شده می باشد. نامهایشان چنین است: حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی الله عنه،
حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحه و حضرت زبیر، حضرت عبدالرحمن ابن عوف، حضرت سعد ابن ابو وقاص، حضرت سید ابن زید، حضرت ابو عبیده ابن جراح. یعنی همین 10 نفری که نام بر کردیم، اینها را پیامبر خدا در زندگانیشان بشارتی بر جنت دادند. اصحاب پیامبر کیها را میگویند؟ نفرانی را که پیامبر گرامی امان را دیده مسلمان شده و وفات کردند اصحاب می نامند. اصحاب به 2 قسم جدا می شود. یکی مهاجرین، یعنی مهاجرین گفته چی؟ مسلمانانی را که با مقصد از عذاب مشرکان نجات یافتن و بی ترس و هراس اجرا کردن وظیفه های دینیشان از مکه به مدینه کوچیدن مهاجر می نامند. دومین گروه اصحاب را انصار، مردم آن وقت مدینه را که با مسلمانانی از مکه آمده همه جانبه کمک می کردن انصار می نامند. از سبب به مهاجران یاری دادنشان آنها را انصار نامیدند. اینک رسیدیم به پایان موضوع دیگر. با شما بودم بنده عبدالله، یکی شما را برای الله پاک دوست می‌دارم. خدا یار و مددگار ما و شما باشد. السلام علیکم. تا هستم ای رفیق ندانی که کیستم، روز سراغی نزد من آیی که نیستم. تا هستم ای رفیق ندانی که کیستم، روز سراغی نزد من آیی که نیستم. در آستان مرگ که زندان زندگیست، طعنه به خویشتن نتوان زد که چنین زیستم. پیداست از گلابی سریشکم که همچو گل، یک روز خنده کردم و عمر گریستم. پیداست از گلابی سریشکم که همچو گل، یک روز خنده کردم و عمر گریستم. یارب چی چشمه است محبت که من از آن یک جرعه نوش کردم و دریا گریستم. یارب چی چشمه است محبت که من از آن یک جرعه نوش کردم و دریا گریستم. یک جرعه نوش کردم و دریا گریستم.